انا الیه راجعون از یتیمی. روح ما رو برد آقا با خودش. 115 روز آقا نیست. حسینی بی آقا سخته. کاش بیشتر می اومدم توی مراسماتشون شرکت کردم. هر سال ایشون بودن و الان نیستن. آقا ایشون رفتیم میدونا رفتیم ولی هنوز گریه نکردیم. هزاران نفر از عزاداران ابوعبدالله حسین علیه السلام امشب در شب تاسوعا در نزدیکی مقتل رهبر شهید انقلاب جمع شدند. اشک ریختند اینجا به یاد همه شهدای اسلام. من 44 سال پیش آقا بودم ولی آقا رو نشناختم. وقتی روزه کیو میخوندن ایشون خیلی گریه میکردن. توی روزه علی اکبر قربان جانش اشک روانش. با عکس رهبر شهید اومدیم. بله به یاد رهبر شهیدم اومدم که بهشون بگم ما حتی اگه شما هم نباشیم به یادتون هستیم همیشه. بسیاری اول بارشان است و بعضی دیگر رسم هر ساله محرم هایشان. پارسال برنامه آقا رو از تلویزیون دیدم که وارد مجلس شدن و واقعا دوست داشتم اون لحظه اینجا باشم و امسال اینجا هم و مطمئنم آقا اینجا هست. آقا همیشه روزه‌دار بوده. بالای 20 سال همینجوری اومدیم رفتیم. با حضرت اومدم. حس میکنم دیر اومدم. قبلا اینجا اومده بودی؟ نه این اولین باره. حسرت میخورم چرا نیومدم. اولین باره الان دارم میام. دلم منو کشید اینجا. من اولین باره میام بیت. امروز که اومدم اینجا واقعا حس کردم که آقا من امروز دعوت کردن که شب تاسوعا رو اینجا عزاداری کنم. قبلا این مراسم ها رو اومده بودی؟ خیر. بیت اومده بودی مراسم؟ نه قبلا بیت نیومده بودم. بنده به نوبه خودم که بیش از 20 سال ایام محرم اکثرا هم شب تاسوعا توفیق داشتم محضر این قائد شهید سخنران در شب حضرت ابوالفضل علیه السلام از عبد صالحی میگوید که عمل صالحش او را محبوب کرد. بیش از 110 شب این مردم توی خیابان با پرچم و تصویر رهبری حفظ کردند، میدان به خفاشان ندادند. این خیلی مهمه. چرا این محبوبیت در میان اقشار مختلف؟ شما نگاه کنید تو جامعه گروه های مختلف، اقشار مختلف. این به خاطر اینه که عبد صالح بود. ما محرومیم اما او هست و سایش بالای سر ما هست. فیزیکی جاشو خالیه ولی همه جا با آقا را حس میکنه. حقیقتا در تمام نه تنها نقاط روسری در تمام کشور خونخواهیشون رو دنبال میکنه و انتقام این جنایت بزرگ رو از دشمنان ایران اسلامی میگیره. رزق و روزیشون در نزد خداوند امروز هست. به اون مبعوث شدن مردم هست. مشیت خداوند متعال بر این تعلق گرفت که 3 ضلع نیروهای مسلح و دیپلمات ها و مردم در خیابان، اینها اون چنان انسجام و اتحادی ایجاد کردند که به حمدالله رب العالمین دنیا به عظمت ملت ایران پی برد. راضی مشو این گونه من تنها بمانم. و روزخان نمیداند از کجای مقتل بخواند. آه ای حسینیه بگو آقا کجا رفت، آن رهبری که قتلگاهش خانه‌اش بود. ما چرا زنده موندیم؟ تاسوعاست و مردم در زینبیه تهران از همیشه آماده ترند برای زمزمه کردن یک دو دمه قدیمی. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. حالا بر وزن این 2 دمه نوحه‌ای تازه خوانده می شود. در اولین محرم بدون سید علی حسینی خامنه‌ای.